لبیک لبیک اللهم لبیک. دلها واقعا داغداره در این ایام. خب انسان نمیتوانه لحظه ای از این غم خود رو فارغ بدانه و دائم در این چند روزه این غم بر دلهای ما و دیگران سنگینی میکنه. از کشور ما خدا میدونه چند صد کشته، تا حالا عده مفقودین هنوز معلوم نیست کجا هستن. ممکنه عده بسیاری از اینها جان باختگان باشن. ما امروز ساعت 7:30 صبح که از چادره مینا راه افتادیم به سمت جمرات، زیرگذرا که رد کردیم رفتیم 2 تا خیابون بود به سمت بالا میرفت. ما رو گفتن از سمت راستی برید بالا. رفتیم حدوداً به 10 دقیقه نکشید یه مقدار جمعیت زیاد شد، شلوغ شد. گفتیم طبیعیه. یه مقدار رفتیم بالاتر، یهویی هجوم آوردن رو به عقب. از پشت هم جمعیت زیاد فشار آوردن. وقتی حرکت کردیم و به سمت جمرات رفتیم 2-3 تا مسیر وجود داره برای رسیدن به جمرات از چادرها. به یه جای رسیدیم و پلیس ما رو به یک سمت خاص هدایت کرد. یعنی مسیرهای دیگه بسته شده بود و ما فقط از یک مسیر خاص که پلیس هدایت کرد بعد حرکت می‌کردیم. من به عنوان یک پزشک از فاصله 200 متری مأمورانی را می‌دیدم که بالای ماشینی وایستادن که جاده‌ای که حدود بیش از 100,000 نفر در اون جاده داشتن میرفتن رو بسته بودن و وقتی ما چون جلو جمعیت بودیم رسیدیم به این مأموران، به خاطر اینکه هیچ راهی نبود ما به جایی بریم، متاسفانه همه جمعیت هجوم آوردن و روی هم ریختن و ازدحام شد. هول و هوش 1 رو 20 دقیقه این جمعیت همینجوری لای همدیگه هول میدادن همدیگه رو. یک سری از زیر دست و پا میموندن، یک سری فوت میشدن، یک سری له میشدن. مردم هر کی به یه سوی همه روی همدیگه همجور انباشته شده بودن و هیچ کمکی، هیچ چیزی از سوی نیروهای عربستان به ما نشد تا 4 ساعت 5 ساعت بعد. شما 5 ساعت فقط روی زمین افتاده بودید و هر چی هم صدا می زدیم کمک می خواستیم کسی اصلا به ما نزدیک نمی شد. سوار آمبولانسی شدیم از منا حرکت کنیم به سمت مکه مکرمه و بریم به مرکز پزشکی هلال احمر واقع در مکه مکرمه و صحبت کنیم با چندی از هموطنانمون که گویا در اون مرکز بستری هستن و از حالشون با خبر بشیم. اوایل صبح بود، ساعتهای 9 از منا به من زنگ زدن، گفتن که وضعیت خاصی به وجود اومده، شما آمادگی کامل رو داشته باشید. از لحظه وقوع حادثه برام میگین چه اتفاقی افتاد؟ والا ما صبح که حرکت کردیم از سمت چادره به سمت جمرات، یه مسیری تمام مسیری که باز بود، تو اون مسیر همه راه افتادیم، تمام کشور و حجاج تمام کشور تو اون مسیر بودن. خب ما هم تو اون مسیر بودیم. اکثر خانم‌های ایرانی شب قبل رمیشون انجام داده بودن. خیلی معدود خانم ایرانی بود، یعنی مونده بودن که مثلا با شوهرشون یا با خانواده بیان. اکثرا مرد بودن. تو مسیری که راه افتادیم همینجور هم هوا رو گرم شدن بود، هم جمعیت همینجور به تراکم و فشرده شدن بود. ناگهان شروع کرد جمعیت، یه سری از جمعیت از جلو برگشتن. من دیدم پلیسا مسیر رو بستن. هر چی رفتیم جلوتر ترافیک بیشتر شد، یعنی ازدحام بود و حتی راه‌های که به این چادرها مشخص بود، به خصوص از این
کشورهای عربی که استعمارمون رو هم بسته بود که یک دفعه حتی ورود به خود ما نزدیکای پل بودیم، ورود به خود منطقه رو بستن. یه دفعه جمعیت برگشت، با اینکه از 3 مسیر باید میرفتیم یه مسیر رو باز کرده بودن. همین یه مسیر هم که باز کرده بودن اینا هم بستن. جمعیت مثل یه موجی که به دیوار بخوره دوباره برگرده برگشت. ما بین اون نرده ها و بین جمعیت تقریبا قرار گرفتیم و له شدیم و اونجا 2 نفر که فوت کرده بودن روی من افتاده بودن، روی پاهام افتاده بودن. من نمیتونستم مثلا پاهامو بکشم بیرون که خودمو نجات بدم. از اینکه 2 ساعت و نیم 3 ساعت من تو همون وضعیت تحت فشار خیلی شدید بودم. جامعه شیمیایی هستم. این اسپری من اسپری خودم و دیگه خرج تک تک بچه‌ها کردم، یعنی نگاه نمی‌کردم سیاه فلان، تا اونجایی که خودم نیاز داشتم داروی کورتونمو خوردم که مقدار کمکم میکنه. اسپرامو خودم میزدم، دلم نمیاد بغل داشت تموم میکرد، بیدارش میکردم میزدم دهنم. یکی همینجور تیکه تیکه تو مستی شروع کردن حجاج رو هم افتادن. ما یه چند تا ایرانی که کنار هم بودیم هی توصیه میکردیم به هم که مواظبش نیفتی. و همینجور ذکر یا حسین و یا صاحب از زمان اینا بود که از حجاج ایرانی بلند و متاسفانه یکی ما میدیدیم که دارن ایرانیا و کشور دیگه هم همینطور دارن همینجور میافتن و همینجور رو هم داره تلمبار میشه. من فکر کنم تا زخامت 4 نفر 5 نفر روی هم بودن که من خودم در یه جایی بودم که اطراف خود من 40-50 نفر فوت کردن. من میشنیدم صدا رو بعد 1 ساعت 2 ساعت که بعد از 2 ساعت یواش من حالا چیز نیست، من حتی وقتی که بلند شدم دیگه چیز شد سر حال اومدم یه عده‌ای داشتن جون میدادن، اینا پلیسان بالا سر اینا نگاه میکرد. یکی از دوستای من که توی مسیر بود و منو میشناخت دست منو گرفت و از زیر بقیه که افتادم آوردم بالا، ولی من این قدیه قدرتم تحلیل رفته بود و آب بدنم از بین رفت و اصلا رو پام دیگه نمیتونستم واسم که افتادم و اشهرم رو گفتم دیگه، احساس کردم که دیگه آخرین لحظات زندگیمه. در حقیقت جمعیت پرس شد و امکان حتی نفس کشیدن هم نبود. اونجا بود که دیگه جمعیت داشت کم کم مثل برگ درختان میریخت و میافتاد. شدت گرما و تشنگی فراوان و فشار زیاد و پرس جمعیتی که به حساب اونجا به وجود اومد باعث شد که تلفات بیشتری به لحاظ انسانی و جانی اونجا اتفاق بیفته. من یه لحظه پشت سر خودم رو نگاه کردم، دیدم که یک جمعیتی داره حرکت میکنه مثل این که، اما وقتی نگاه کردم دیدم بله یک نرده‌ای به عرض 3 متر به طول 5 متر روی یک جمعیتی افتاده بود. این جمعیت به صورت مچاله شده زیر این نرده به ارتفاع حدوداً 1 متر به حساب بود. این جمعیت زیر این نرده بود. من دیدم دیگه اصلا امکان فرار وجود نداره، ما هم آخرین لحظات حیاتمونه. ما شهادتین رو خوندیم و یا حسین گفتیم یا ابوالفضل گفتیم. چون دیدیم مثلا دیگه بعیده که ما اصلا زنده بمونیم.